چند وقت پیش تو تهران توی حسینیه ای منبر میرفتن، یه جوان اومد نزدیک 30 سالش، گفت آقا من با شما چند دقیقه کار دارم. گفتم آقا بنویس. گفت نوشتنی نیست. گفتم ببین منو قبول داری؟ گفت آره. گفتم من چند ساله با جوانا کار میکنم، تربیتی فرهنگی، کسی که نتونه حرفشو بنویسه بعدم نمیتونه بگه. 1 و 2 و 3 و 4 بکن بنویس. گفت باشه خداحافظ. فردا شب که اومدیم یه نامه داد به ما، من بردم خونه، نامه رو که خوندم به این همونیه که من در به در دنبالش میگشت. فردا شب اومد گفت که چه شد؟ گفتم من نوکرتونم، من میخوام با شما یه چند دقیقه صحبت کنم. وعده کردیم و گفت که منو چجوری میبینید شما؟ گفتم من نه رنبالم نه جادوگرم، من چی بگم؟ گفت نه زاری. گفتم بچه هیئتی و زد زیر گریه، گفت خاک تو سر من کنن تا بدونی من چه جنایات کردم، چه گناهایی کردم. فقط خوبه‌ای که میتونم بگم از گناهایی که کردم اینه که مادرمو چند بار کتک زدن، پدرمو زدن، دیگه عرق و شراب و کارهای دیگه شو دیگه سله علاست. گفتم بس الان اینجوری؟ گفت حضرت زهرا دستمو گرفت. گفت حاج آقا من سرطانی بودم. سرطانی میدونی یعنی چی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت به کسی سرطانی میگن که نه زمان حالیشه نه مکان، نه شب عاشورا حالیشه نه تو حسینیه، نه مکان میفهمه نه. گفت من سرطانی بودم. یه خونه مجردی با رفیقامون درست کرده بودیم، هر کی رو جور میکرد تو این خونه مجردی اونجا رخت خواب گناه و معصیت. و شب عاشورا هر چی زنگ زدم به رفیقام هیچ کدوم در دسترس نبودن، نه نمازی نه حسینی هیچ. گفتم اینا همش آخونده در آوردن و 2 تا عرب با هم دعواشون شده و به ما چه. میگفت ماشین رو برداشتم گفتم برم یه سرکی چیش میگن گشتی بزن. تو راه که میرفتم یه خانومی دیدم، دختر خانوم چادری داشت میرفت حسینیه. خلاصه اومدم جلو و یه اصطلاحی جوونا دارن اون اصطلاح نمیگم، خلاصه سوار ماشینش کردم با هر مکافاتی که بود میرسونم تو. خلاصه بردمش تو اون خانه مجردی. اینم مثل بیت میرد گریه میکرد و دیگه بابا مگه تو غیرت نداری؟ آخه شب عاشوراست، بیا به خاطر امام حسین اگه کنم بارم حسین که اینا رو آخونده در آوردن، عربا با هم دعواشون شده به ما ربطی نداره. گفت تو گریه یه وقت گفت که خجالت بکش، من اولاد زهرا، به خاطر مادرم فاطمه حیا کن، من این کاره نیستم، من داشتم رفتم حسینیه. گفتم من فاطمه زهرا هم نمیشناسم، من فقط یه چیز میشناسم، جوانی کردن، جوانی گناه، جوانی شهوت، اینا هم هیچ عالیم نی. گفت این خانمه گفت که تو اگه لاتم هستی غیرت لاتی داری یا نه؟ گفت چطور؟ خودت داری میگی من زمین تا آسمون بر گناه، این همه گناه کردی، بیا امشب رو مردونگی لوتیوار به حرمت مادرم زهرا گناه نکن. اگه دست به مادرم زهرا نگیره برو هر کاری دلت میخواد بکن. گفت ما غیرتی شد. لباسام پوشیدم و گفتم یالا چادر رو سرت کن ببینم، امشب میخوام تو عمرم برای اولین بار به حضرت زهرا اعتماد کنم، ببینم این زهرا میخواد چیکار کنه مادر. یالا سوار ماشینش کردم اومدم نزدیک حسینیه که میخواست بره، پیادهش کرد. از ماشین که پیاده شد داشت گریه میکرد، ولی گریه میکرد و در و زد به هم. دم شیشه گفت ایشالله مادرم فاطمه دستتو بگیره، خدا خیره، آبروی منو نبردی. خدا خیره. میگه اومدم تو خونه و حالا ضد حال خوردیم و تو صحبت ها که داشتم میوردمش دادم حسینیه، هی گریه میکرد، با خودش حرف میزد، منم میشنیدم چی میگه، اما داشت به من میگفت این گناه که میکنی سیدی به صورت مهدی میزنی، آخه
چرا اینقدر حضرت مهدی رو کتک میزنی؟ مگه نمیدونی ما شیعه ایم، امام زمان دلش میگیره؟ اینا رو میگفت. منم صفر رانندگی میکرد. پیادش که شد رفت، آمدم خونه دیدم مادرم، پدرم، خواهرام، داداشام اینا هم رفتن حسینیه. تو اینا فقط لات من بودم. گفت تلویزیونی که روشن کردم دیدم به صورت آنلاین کربلا رو نشون میده. صفحه تلویزیون دو تیکه شده، تیکه راستش خود بین الحرمین و گاهی زری ها نشون میده، تیکه دومش قسمت دوم صفحه تلویزیون یه تعزیه و شریقون نشون میداد، یه مش عرب با لباس عربی خشن با چپیای قرمز، یه مش بچه ها با لباس عربی سبز، اینا رو با تازیانه میزدن و رو خاکا میکشوندن. میگفت من که تو عمرم گریه نکرده بودم، یاد حرف این دختره افتادم. گفتم وای، یه عمر دارم تازیانه به مهدی میزنم. میگفت پا تلویزیون دلم شکست. گفتم زهرا جان دست منو بگیر. زهرا جان یه عمر دارم گناه میکنم، دست منو بگیر. من میتونستم گناه کنم اما به تو اعتماد کردم. کسی هم تو خونه نبود دیگه، هر جا دوست داشتم گریه کردم. گریه های چند ساله که بغض شده بود گریه میکردم، داد میزدم، عربده میکشتم، خجالت یه نمیکشتم، هیچ کسی نبود. میگفت نزدیکای سحر بود، پدر و مادرم از حسینیه آمدن. تا مادرم در وا کرد وارد شد تو خونه، تا نگاه من کرد، اسمش رضاست، یه نگاه من کرد گفت رضا جان کجا بودی؟ گفتم چطور؟ گفت بوی حسین میدی؟ رضا جان بو فاطمه میدی؟ کجا بودی؟ افتادم رو دست پدر مادرم گریه. تو رو به حق این شب عاشورا منو ببخش، من کتک زدم، اشتباه کردم. بابام گریه کن، مادرم گریه کن، داداشا، خواهرا همه خوشحال. داداش ما، پسرم حسینی شده. صبح عاشورا زنجیره رو برداشتم و پیرم مشکی رو پوشیدم و رفتم تو حسینی. تو حسینی که رفتم میشناختن، میدونستن من هیچ وقت اینجا نمیمدم. همه خوشحال. رئیس هیئت آدم عاقلیه، گفت آمد و خیلی خلاصه پیشونی ما رو بوسید و بغلمون کرد. رضا جان خوش آمدی، منت سر ما گذاشت. گفت من این زنجیر میزدم، یاد اون سیلیایی که به مهدی زده بودم گریه میکردم. هی زنجیر میزدم به یاد کتکایی که با گناهانم به مهدی زدم گریه میکردم. جلسه که تموم شد، نهار و اینا رو خوردیم، رئیس هیئت منو صدا زد. من یه خواهشی دارم به کسایی که دستشون به دهنشون میرسه میتونن سالی چند نفر رو کربلا ببرن، تو رو به خدا یکی از کسایی که کربلا ببرید از این طایفه باشه. اون جوونی که اهل این حرفا نیست اما یه روز عاشورا میاد، همون روز دستشو بگیر بگو خوش آمدی، میای بریم کربلا. این جوونا اگر شش گوشه حسین رو ببینن گریه میکنن، متحول میشن. کربلا آدم میکنه. اومده من گفت رضا جان میای کربلا؟ گفتم کربلا من پول ندارم. گفت نوکرتم، پولی یعنی چی؟ خودم میبرم. میگفت حاج آقا هنوز ماه سفر تموم نشده بود دیدم بین الحرمینه. رئیس هیئت اومد گفت که آقا رضا بریم تو حرم. گفتم برید، من یه چند دقیقه کار دارم. تنها که شدم زدم تو صورتم گفتم حسین جان میخوای با دل من چیکار کنی؟ زهرا جان من یه شب تو عمرم به تو اعتماد کردم، کربلاییم کردی؟ بیبی جان آدمم کردی؟ اومدم شبکه رو گرفتم سری امام حسین و گریه کردم، داد میزدم حسین جان دستمو بگیر، حسین جان پسر فاطمه دستمو بگیر، نگذار برگردم دوباره.
میگفت رئیس هیئت کاروان داره مکه مدینه برای اینها. میگه آقا به جان زهرا سال تموم نشده، گفت میادم خدمه بریم مدینه. گفتم مامان، گفت با همه کاراش با من یکی از خدمه ها مریض شده. خلاصه آقا چند روزه ویزا ما رو گرفت. یه وقتی ای بابا سال تموم نشده تو قبرستان بقیع پای برهنه دنبال قبر گم شده که زهرا دارم. میگه گریه کردم زهرا جان، بیبی جان، با دل من میخوای چیکار کنی؟ من یه شب به تو اعتماد کردم، هم کربلاییم کردی هم مدینه‌ای. میگفت خلاصه کار برام پیش اومد و کار و دیگه رفیقای اونچنان گذاشتم کنار و آبرو پیدا کردم. یه مدتی 2 سالی گذشت. میگه حاج آقا همه یه طرف، یه قصه که میخوام بگم یه طرف. مادر ما گفت رضا جان حالا که کار داری، زندگی داری، حاجی هم شدی، مکه هم رفتی، کربلایی هم شدی، نوکر امام حسین هم شدی، آبرو پیدا کردی، اجازه میدی بریم برای خواستگاری؟ گفتم برید مادر یه دختر نجیب زندگی کنو پیدا کن. رفتن گفتن یه دختری پیدا کردیم خیلی دختر مؤمنه و خوبی و ایناست. خلاصه رفتیم خواستگاری. پدر دختر تحقیقاشو کرده بود چقدر خوب دختر دارا اینجوری دخترشو بدن مالک. میگفت منو برد توی اتاق در بست و گفت ببین رضا جان من میدونم کی هستی، اما 2-3 سال نوکر ابی عبدالله شدی، میدونم چه کارا و چه جنایات همه اینا، ولی من یه خواهش دارم، چون با حسین آشتی کردی دخترم بهت میدم، نوکرت هم هستم، فقط جان ابی عبدالله از حسین جدا نشو، همینطوری بمون، من کاری با گذشتهات ندارم، من حالاتو میخرم، من حالا نوکرت. میگفت منم بغلش کردم پدر عروس خانم و گفتم دعا کنین ما نوکر بمونیم و گویا طرف من هیچ مانعی نداره دیگه، عروس خانم باید بپسنده و خودتون میدون. خب گفتن عروس خانم چای بیارن و اینها، ما هم نشسته بودیم، پدرمون، خواهرمون، مادرمون، اینا همه، مادرش، خالش، عمش، مهمونی چی بود؟ خواستگاری بود دیگه. عروس خانم وقتی سینی رو آورد گذاشت جلوی ما، یه نگاه به من کرد، یه وقت گفت یا زهرا. سینه از دستش ول شد و گریه و از سالون نرفته خورد رو زمین. مادرش، خالش، مادر من، خواهر ما رفتن زیر بغلش رو گرفتن و بردنش توی اتاق. میگم من دیدم آجا فقط صدا شیون از اتاق بلنده، همه فقط یه کلمه میگن یا زهرا. من دلم مثل سیر و سرگه می نوشید، چه خبره؟ مادرم ها صدا زدم، گفتم مادر چیه؟ گفت مادر میدونی عروس خانم چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفت مادر میگه که دیشب خواب دیدم حضرت زهرا اومده به خواب من، عکس این پسر شما رو نشونم داده، گفته این تازگی ها با حسین من رفیق شد. به قادر من ردش نکن. مادر دیشب فاطمه سفارشتو کرده. به خدا جوان اگر اعتماد کنید، رفاقت کنید، زهرا آبروتون میده، دنیاتون میده، آخرتتون میده. یا زهرا یا